خیلی ها بر اساس علم گمراه شدن، عالم شدن گمراه شدن. ما عالم مذهب فروش زیاد داریم، عالم درباری زیاد داریم، عالم مخبر زیاد داریم، امام جمعه و خطیب مخبر زیاد داریم تو کل دنیا که دست نشانده حکومت ها هستن. عالم وقتی حکومتی شد دیگه فاسد میشه، جاه طلب میشه، مردم با حکومت تهدید میکنه. تو همه جا هست، تو همه کشورها هست، هیچ کشوری مستثنا نیست. عالم نباید پله های قصرها و درهای حکام رو بشماره و بره اونجا بساطی پهن بکنه و چابلوسی بکنه. و عالم یک شخصیت مستقلی داره، سلطان خودش. میگم وقتی عز بن عبدالسلام به پایتخت وارد شد که مردم فوج فوج، معروف به سلطان العلماء، وقتی مردم فوج فوج برای استقبال دیوانوار بیرون میرفتن از شهر، اینجا حکام فهمیدن که کنیزی که تو قصر بود، میگو امشب فهمیدم که پادشاه حاکم واقعی کیه، نه اونی که با صلاح مردم رو جمع میکنه، با تهدید مردم رو جمع میکنه. این سلطان قلب ها هست، این عز بن عبدالسلام که مردم دیوانوار دارن خارج میشن برای استقبالش، نه پولی داره که بده، نه چیز، نه اسلحه‌ای. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.